دوستان عزیز و گرامی، درود. با امید سلامتی و سعادتمندی یکتان. امروز روز جهانی زبان مادری است و این روز را من برای تک تکتان از ژرفنای قلبم خوش استباد میگویم و بدین مناسبت نکته چندی را به گونه فشرده و پیشگاه محترمتان میرسانم. دوستان عزیز، امان گونه که هم آگاهیم زبان مادری پاره بزرگ از هویت هر انسان در این جهان است. حالا به گونه نمونه شما تصور نمایید شخصی را که به یک کشور بیگانه سفر می کند. این شخص در جمع مردمان آن سرزمین خودش را چگونه در می یابد؟ به گمان من این شخص عین یک فردی است که بدون چراغ در تاریکی تام دنبال مقصد می رود. لحاظا امان گونه که گفته آمدیم، زبان پاره و بخش بزرگی از هویت هر آدمی است و پاسداری از زبان ارجحیت دارد بر هر آنچه در ذهن سیال آدمی است. حالا شما هم شاید با من موافق باشید که زبان پارسی زبان است شیوا، شیرین، سلیس، روان و با اصالت، چنان که نیاکان و بستگان ما نیز بدان سخن می گفتند و احترام و افاظت از آن را مغتنم می شمردند. و واقعیت بزرگ دیگر این زبان هم این است که در درازای تاریخ همیشه با دشمنان بیشمار در میدان نبرد دست و پنجه نرم کرده و همواره دست و پنجه متجاوزین را خرد و خمیر هم کرده است. هرچند که در معرض تغییر و تحول بوده، اما شبیه یک یل گردن فراز استوار و قوی به جا مانده است و دستخوش هیچ گونه آرمان‌های پلید هیچ زورگوی هم نگردیده و زوال نشده است و برعکس قوی تر از پیش از جا برخاسته و همچون در نایاب از نسل به نسل دیگری منتقل شده است و همچنان استوار و قوی به زندگی خود امروز ادامه می دهد. امروز روز جهانی زبان مادری است و ما باید با احترام به همه زبانها و گویشها پاسبان حریم امن گفتمان فرهنگی خود باشیم و آن را صیانت کرده و با احترام به همه تفاوت‌های زبانی از این فضای آزاد مکالمه با دنیا با رعایت اصل احترام و هویت مفهومی نقش ماندگار در اصل پایه‌ای و وحدت گرایی ضد کثرت در دنیا امروز باشیم و نگذاریم این زبان مادری که شناخت و هویت ما است دستخوش هوس اهریمنان گردد. و در پایان از شما پس این سروده بدرود. ای زبان پارسی ای در دریای دری، ای زبان پارسی ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری. در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما. از تو برپا رعایت دانایی و دانشوری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و هری. جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. پارسی را پاس می داریم، پارسی را پاس می داریم، زیرا گفتند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.